خب من بعد یه ماه بیشتر، 1.5 ماه میخوام بازش کنم. تا الان وایسادم ولی میخوام بازش کنم دیگه. موسمون فاینال ماوس، بهترین موس دنیا. هنوز باش بازی نکردم، هنوز خودم رو کنترل کردم بازش نکنم، آنباکسش نکنم تا زمانی که سیستم اوکی بشه. الان سیستم اوکی شده، قرار بازش کنیم دیگه. این از جعبش چی نوشته؟ aim for greatness. بعدا این ورش هم که اولترا لایت اسم موسمونه. برو بریم. این چیزشه گاردین لیون. گاردین لیونشه، فکر کنم گلد حساب میشه دیگه. یه دونه مدل دیگه هم داشت اسمشو یادم رفت، اون آبی بود ولی این خوشگل‌تر بود. سایزش هم مدیومشه. 3 تا سایز داره، یه دونه اسمال داره، یه دونه مدیوم، یه دونه ایکسل داره. ولی فکر کنم مدیوم بهش نمیگن، یه چیز دیگه بهش میگن ایکسل. اونه که دبل ایکسل اگه اشتباه نکنم، حالا بعد وبسایتشو ببینم یادم نمیاد. ولی مدیومش تقریبا هم اندازه جی پرو و جی پرو هم من عاشقشم، عاشق جی پرو هم و توی دستم هم میشینه دیگه. بریم ببینیم شیپش چجوریه، همه چیز چجوریه، آنباکسش کنیم. برو بریم. خب بذار چاقو. خب برو بریم. باز شو. خب هولی شیت. وای خیلی سبکه، نمیخوام دستش بذارم. وای بعد قشنگ ازش مراقبت کنم. من باز سر میزم غذا همه چی میخورم، همه چی ممکنه بره تو موسه. هولی شیت. واو چقدر سبکه. واو چقدر سبکه. وای صداشو میشنوین؟ صدای کلیکشه. اینم ساید کلیکشه. هولی شیت چقدر سبکه. من اصلا فکرش نمی‌کردم انقدر ممکنه سبک باشه. اصلا فکر نمی‌کردم موس انقدر سبک بتونه باشه. وات؟ این اسمالش نیست، احساس میکنم اسمالش واسه من فرستاده. شاید داره فکر کنم اسمالش واسه من فرستاده. وات؟ خیلی کوچیکه. نمیدونم، احساس میکنم اسماله. این خیلی کوچیکه. وای منم 1 ماه گذشته ازش نفرستادم واسه شون. وای خیلی بد شد که الان. بذار ببینیم این اسماله یا نه. خب اینو پیدا کردم توی چیز جعبش بودش، زده ام اینجا، پس درست فرستادم. میدیومش سایزش اینه. ولی من چک کردم، سایز بندیشو چک کردم، سانت قشنگ گذاشتم. تقریبا هم اندازه جی پرو باشه، یعنی تقریبا توی حدودا بودم میدیومش. ولی نمیدونم، احساس میکنم خیلی نقلی تره نسبت به اون. نمیدونم شاید لارجش واسه دست من بهتر باشه، نمیدونم. حالا بعد ریویوش کنیم، پلی بدیم باش، ببینیم به کجا میرسه. ولی احساس میکنم شاید با لارج میرفتم بهتر بودش. حالا بعد تست کنیم، میگم بعد تست کنیم ببینیم ایممون چجوری میره. هنوز من تستش نکردم، نمیدونم. به احتمال زیاد ویدیوشو 1 ماه دیگه میذاریم، این ویدیو تستش 100% 1 ماه دیگه میذاریم. برو بریم. خب ببینیم تو جعبش چیه. این واسه فکر کنم شارژرشه، شارژر ماونت داره، یعنی میتونید ماونتش کنین. یه جوره وایرلس بهش میگن، چی میگم. خب من اشتباه کردم، اینو گفتم شارژرشه، من فکر کردم شارژرشه واقعا همچی چیزی. ولی این یو اس بی شه، یه جوره ریسیورشه، ریسیور یو اس بی شه. و به چه دلیلی اینه دیگه یو اس بی اون چیزه نیستش؟ به خاطر اینکه تا 8000 هرتز میتونه ریسیو کنه. فکر کنم ریزر تنها کمپانیه که الان داره میکنه 8000 تا رو، و اونم یه دونه دانگل جدا بعد واسش بگیرین. یعنی یه دونه دانگل به غیر از اون یو اس بی، یه دونه دانگل جدا میگیرین. یه ذره گنده است، حالا میذارم عکسش رو روی صفحه و این چیزا، ولی جدا از اون بعد بگیریم. و 8000 هرتز اون لیتنسیش، ریسپاند تایمشه. و 8000 هرتز هم واقعا نیازتون نمیشه. حالا بعداً توضیح میدم توی ویدیو چقدر نیازتونه. و حالا یه دونه تکنولوژی دیگه هم داره که به خاطر اونه که این موس از نظر دیلی و لیتنسی بهترین موس دنیاست. از نظر همه چی بهترین موس دنیاست. سبکترین،
نمیدونم سبکترینه، مطمئن نیستم، ولی حالا اونو بعد سرچ کنم بهتون میگم ادامه ویدیو. ولی از نظر همه چی بهترین موس دنیاست. کلیکاش خوبه، وزنش عالیه و لیمیتد ادیشن هم هست دیگه. هولی شت خیلی هم خوشگله. بریم ادامه ویدیو. دیگه هیچی نیست؟ امکان نداره هیچی نه سیمش چقدر سیمش های کوالیتیه پشما. بعدن تایپ سی هم هستش. راستی من یادم رفت نشون بدم، تایپ سیه. جلوشو نگاه کنین، تایپ سیه. جی پرویی که من دارم، البته مدل جدیدش که اومده سوپر لایت که هیچ فرقی هم نداره، ورژن 2 اون فقط سنسورش قوی تره، 2000 هرتزه و حالا همین دیگه. اینم تایپ سی، کوالیتی چیزش هم خیلی باله. او پدم بهمون دادن، سایت پدا واسه پدای بغلش میتونیم بذاریم. و اینم یوزر منوالشه. اینا چیتا داره، لایون داره، تایگر. اینا ULX هم هست، فکر کنم همسایز، پس درسته ULX همسایز چیزه. ولی چرا انقدر کوچولو به نظر میرسه؟ شاید ایکس لارجشو میگرفتم واسه دستم بهتر بود، نمیدونم. نمیگذارم دیگه، چیز دیگه نمونده. خب حالا یه چیز دیگه هم میخوام مقایسه کنم این وسط. وزنش ببین چقدر. این ترازو بذار این وری بذاره. خب این ترازومو یه بار دیگه زیروش کنیم، موسو بذاریم روش. چهل گرم، 39 گرمه، 39 باورم نمیشه، 39 گرم. حالا بذاریم دوتا موس دیگه همونو بیاریم مقایسش کنیم. از نظر سایزی به نظرتون تقریبا یکی هن؟ البته یه ذره کوچیکتر به نظر میرسه. نمیدونم، احساس میکنم سایزش کوچیکتره نسبت به چیز. آره به نظر کوچیکتر میاد به جی پرو. نمیدونم نکنه واسه من چیزشو فرستادن اشتباهی، نمیدونم، بعد اینو چک کنم. و اینم از موسمون مقایسه. اینجا جی پرو سوپر لایت ورژن 1شه، اینجا فاینال مسمون و اینم وایپر، ریزر وایپر قدیمیه، خیلی قدیمیه، این جدیدش نیستش، قدیمیشه. ریزر وایپر بهش میگفتم، نمیدونم مدل اولیشه که گرفته بودن. و تو ادورتایزمنتشون یه چیز دیگه ادورتایز کرده بودن، اینو مقایسه کرده بودن با توت فرنگی. ما اینجا 38 گرم شد، 38 گرم داشت، 38 گرم شد. مقایسهش کرده بودم با توت فرنگی. ببینید توت فرنگی چند گرمه. تو ادورتایزمنت خود وبسایتشون بریم اونجا نشون میده. این 39 گرم توت فرنگی. البته این یخ زده است. شاید با مینیش یکی باشه. بذار ببینم، 2 تا توت فرنگی. ها 2 تا توت فرنگی تقریبا هم وزن. پشمام اینقدر سبکه، مقایسهش ببین اینقدر سبکه. هولی شت. بذار ببینم جی پرو حالا ترای بده. جی پرو 62 تقریبا، نمیدونم، تقریبا نزدیک 2 برابرشه، نمیشه گفت 2 برابر ولی 62 گرمه. و ریزرمون هم که فکر کنم از همشون سنگین تر باشه، 74 گرم. بله هولی شت. یه آنباکسینگ، امیدوارم خوشتون اومده باشه. بریم حالا راجبه چیزای بهتری صحبت کنیم. بریم. چطوری؟ امیدوارم از آنباکسینگمون خوشتون اومده باشه. بگین تو کامنت حتما نظرتون بدین. جزو اولین آنباکسینگامون بودش. بگین خوب بود، بد بود، چجوری میتونیم بهترش کنیم. حالا بریم سر اصل مطلب. من حدود 3 ماه دارم با این موس بازی میکنم و تو آنباکسینگم نمیدونم گفتم یا نگفتم، یادم نمیاد درست. من یه جورایی اون زمانی بود که سیستمم خراب شده بود، من اینو سفارش دادم، سیستمم خراب شده و نمیتونستم اصلا بازش نکردم، دستش نزدم تا زمانی که سیستم جدید بیادش. میگم یه 2 ماهی طول کشید تا سیستمم بیادش تا من اینو بازش کنم، آنباکسش کنم. و وقتی که باز کردم خودتون شوکمو دیدین تو آنباکسینگ. سایزش به نظر من کوچیک بودش، خیلی کوچیک بود، با اینکه مدیوم سایزش من گرفتم. حالا بحث سایزو میریم جلوتر. الان از خوبیاش بگیم. آیا این موس، این فاینال ماوسمون الان جلوی صورتم دارم، این موس آیا بهترین موس جهانه؟ واقعا خوبه، واقعا منو بهتر کرده، بازیکن بهتری کرده؟ و جوابش بله، واقعا این موس فوق العاده است. من فکرشو نمی‌کردم انقدر خوب باشه، انقدر تاثیر بذاره.
از نظر مثلا شیپی اگه بگیم، از نظر شیپی مثلا بزنیم من اینا رو بیارم جلوی هم دیگه. از نظر شیپی مثلا اگه مقایسهشون کنیم با هم دیگه زیاد تفاوتی ندارن آنچنان، ولی از نظر وزنی فکر کنم نزدیک نصف فاینال ماوس نصف وزن جی پرو رو داره. جی پرو حدود 63 بودش اگه اشتباه نکنم، فاینال ماوس حدود 38 و واقعا اصلا یه حس دیگه داره بازی میکنی، مخصوصا بازی فست بیس مثل کال آف دیوتی که موومنت میزنی، به هر حال ترکینگ داره توش، ترکینگ ها فوق العاده. وقتی مثلا با ایار مثلا یه نفر رو هوا ترک میکنه انقدر حس خوبی به آدم دست میده، حس خوب، اسموت واقعا فوق العاده است و واقعا به نظر من بهترین موس جهانه، هیچ شکی درش نیست و از همه موسا بهتره، از همه لحاظ، لیتنسی، از لحاظ وزن، از لحاظ اپش فوق العاده است. حالا میریم بهتون نشون میدم اپشو. قبل از اینکه بریم اپشو بهتون نشون بدم، خب بریم بهتون لیتنسی موس رو میخوام نشون بدم نسبت به موسای دیگه و لیتنسیشو ببینیم چقدر سریعه نسبت به موسای دیگه. خب قبل از اینکه بریم حالا گراف رو بهتون نشون بدم و توضیحاتش، یه شاوت اوت واسه اپتیموم، واقعا یکی از بهترین یوتیوبرایی که من پیداش کردم، واقعا تاپ 5 یوتیوبرای منه. هر موقع ویدیو میذاره من زنگوله رو زدم، قشنگ نوتیفیکیشن میاد، میرم سریع نگاه میکنم، فوق العاده است. اگه اونایی که تو مثلا گیمینگ و کلا مانیتور و موس و چیزای گیمینگ، هدفون و اودیو و این چیزا هستن، واقعا جزو فوق العاده ترین، با جزئیات خیلی ریز همه چی رو توضیح میده، بعدن اصلا حال میکنین قشنگ همه اون سوالایی که واسهتون پیش میاد، این موس چیه، این موس چطوره، اون موس چطوره، این مانیتور رو بگم اون مانیتور نگم، همه سوالات رو داره جواب میده. واقعا فوق العاده است. اگه هم اشتباه نکنم فکر کنم یه رگش ایرانی باشه، در اصل یوتیوبر استرالیایی تو استرالیا زندگی میکنه، ولی اسمشو یادم من یه جا خونده بودم اسمش ایرانی بودش، اگه اشتباه نکنم فامیلیش ایرانی بودش. فکر کنم یه رگش ایرانی باشه، یا از مادرش یا از پدرش، به احتمال زیاد پدرش و ایرانی باشه و فوق العاده است. حتما حسابش کنه. دیتا رو اون در آورده، میخوام دیتا رو بهتون نشون بدم. همینطوری که میتونیم ببینیم فاینال ماوس بهترین لیتنسی رو داره. این دوتا موس اول M2K ها خب موسای وایرن 100%. وقتی وایر باشه یعنی سیمی باشه موس تو، خب لیتنسیش خیلی پایین تره نسبت به بلوتوث، ولی با این حال تفاوت آنچنانی با اونا نداره. 37 میلی سکند فکر کنم، 37 صدم میلی سکند، نمیدونم چی میشه ولی خیلی سریعه. بعد اینجا لاجیتکو که میبینین، لاجیتک جی پرو ایکس مدل جدیدشه، با جی پرو قبلی هیچ فرقی نداره، از نظر وزنی از نظر شکلی هیچ فرقی ندارن. تنها فرقشون اینه که لاجیک جدیده جی پرو ای پولینگ ریتش تا 2000 هرتز میره و حالا راجع به پولینگ ریت هم باهاتون قراره صحبت کنم، بگم که واقعا چه تاثیر داره وقتی رفتیم تو اپ خود فاینال ماوس. همینطوری که میتونیم ببینیم پولینگ ریت مثلا اینجا 2000 هرتز با 1000 هرتز جی پرو هیچ فرقی نداره، یعنی شما جی پرو قبلی هم داشته باشین آنچنان تاثیر روی گیمتون نمیذاره که به نظر من مثلا حس کنین و این چیزا. و من تمام این مدتی که بازی کردم مثلا همچین حسی به من دست نداد که مثلا دیلی داره، موس قبلیم دیلی داره. حتی این مدت من عوضش کردم سر ویدیو ماکرو، چون که من نمیتونستم ماکرو ست کنم روی فاینال ماوس، روی اپش همچین قابلیتی نداشته. سر ویدیو ماکرو من ماکرو رو روی جی پرو زده بودم و به مدت فکر کنم یه هفته اینطورا داشتم باش بازی میکردم، چون خیلی حال میدادش، همه رو شیطان میکردم و واقعا همش های کیل میزدم، خیلی حال میداد و هیچ حس آنچنانی نسبت به مثلا دیلیشون حس نکردم، یعنی هر دوتاشون رو هیچ فرقی ندارم. فقط می‌خواستم اینو بهتون نشون بدم که خیلی فوق العاده است. یه نکته بگم، من تو ایران دیده بودم خیلی گلوریوس مود شده، یعنی همه میرن سراغ گلوریوس مدل دی میگیرن و همینطوری که میتونیم ببینیم واقعا یکی از بدترین لیتنسی ها، یعنی لیتنسی موس تو اگه پایینتر از یک اینجا نباشه واقعا اوضاعش خرابه، خیلی خرابه. و گلوریوس تو ایران خیلی چیز شده و فکر کنم خیلی دارن تو ایران، خیلی مود شده و جزو موسیقی که خیلی فروش میره فکر کنم تو ایران و اصلا به نظر من سراغش نری، اصلا سراغش نری. واقعا همینطوری که میتونید ببینید لیتنسیش تو باقالیاست و
تاثیر میذاره، 100% تاثیر میذاره تو گیمتون. ولی خب هر کدوم از این موسا رو انتخاب کنین، ریزر اینا واقعا موسای خوبی هن. هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. خب واسه دسترسی به موسمون خیلی راحته. وبسایت داره، یه دونه پنل داره، میریم این قسمت پنلش باز میشه، وبسایتش همینه، ایکس پنل فاینال ماوس، میرین توش دیگه. اینطوری نیست که اپشو بخوایم بریزین و مثلا چیز کنین، اپشو بخوایم بریزین و اپش روی سیستم باز باشه شما بخواین چیز کنین، لیتنسیتون میاد پایین. من خودم وقتی که لاجیتک داشتم همیشه اپشو میبستم، یعنی اینطوری بود که کلوز میکردم، روی خود چیپست خودش فعالش میکردم و بازی میکردم، چون 100% روی لیتنسیتون تاثیر داره، روی اینپوت لگتون خیلی تاثیر داره، شاید هم روی اف اس تون هم ممکنه تاثیر بذاره. یه به هر حال یه اپیه که بک‌گراند باز و یک تاثیر کوچیکی میذاره روی به هر حال از سی پی یو تون داره استفاده میکنه و این خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است و واقعا خوبه، خیلی ساده، همه چی مشخص و دی پی آی اینجا اینطوری نیست که بتونید دی پی آی رو تغییر بدین. مثلا تو خب لاجیتک شما میتونید دی پی آی رو چه میدونم 1000 رو 50 بزنین، چه میدونم 1020 بزنید، ولی اینجا کلا چند تا آپشن گذاشته، 400 800 اینا قشنگ دی پی آی هایی ان که اکثر پلیرها با اینا بازی میکنن و بهترین دی پی آی تست شده همه جوره. همیشه من تو ویدیوهای قبلی من که راجع به موس و این چیزا بوده، راجع به سنسیتیویتی این چیزا بوده، روی 1600 پلی بدین چون بهترین پولینگ ریت رو بهتون میده روی 1600. تستایی که قبلا شده، حالا من ویدیوشو پیدا میکنم پایین توی دیسکریپشن واسهتون میذارم، حتما تستایی که شده 1600 بهترین دی پی آی و به نظر من باید روی 1600 بازی کنین دیگه. میخواین بهترین لیتنسی رو از موستون بگیرین، اینپوت لگتون پایین ترین حدش باشه 1600 دی پی آی بهترینه. سعی کنین ببرین بالا دی پی آی تون رو، بعدن توی گیم خب سنستون رو بیارین پایین. خب حالا رسیدیم به پولینگ ریت. خب بهترین پولینگ ریت چیه؟ و واسه قبل خب رسیدیم به پولینگ ریت. من یادم رفته بود بهتون بگم این موس پولینگ ریتش تا 8000 تا میره، 8000 تا و واقعا شما 8000 تا نیاز ندارین. بهترین پولینگ ریت 2000 و اینم بازم همین ویدیویی که اپتیمم این پایین میذارن 100% بریم ببینیم ویدیوشو، قشنگ توضیح میده. بهترین پولینگ ریت 2000 تاست. تست کرده، قشنگ اینا رو تست کرده با یه دونه کامپیوتر خاص و لیتنسی رو دیتکت میکنه و این چیزا، یعنی در میاره اینپوت رو، همه اونا رو در آورده، بهترین رو بهتون 2000 تا میده و 2000 تا بهترینه. یعنی شما برین 4000 تا این چیزا تاثیر نداره روی اون هرتزی که بازی میکنین. واسه 240 هرتز حتی بالاتر 500 فکر کنم روی 480 هرتز تست کرده همچین چیزی. بهترین لیتنسی و اینپوت لگ و بهترین ریفرش ریت اون موستون که ریفرش میشه، تیکی که میگیره در اصل وقتی موو میدین تیک میگیره. اگه ویدیوشو ببینه اسلو موشن میکنه، کراسر تو تیک میزنه زمانی که چیز بشه، خیلی اسلو موشن بشه صفحه، شما میتونید اون تیک موستون رو ببینین وقتی حرکتش میدی از سمت چپ به راست، یه تیک 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 یه جوری انگار لگ میشه. خب میتونین اون رو ببینین، ولی بهترین حالتش روی 2000 بوده. 4000 زیاد تاثیر نداشته. تنها چیزی که 4000 میکنه اینه که باتری موستون رو بیشتر مصرف میکنه، همین، و یعنی هیچ تاثیری نداره. و 2000 بهترین پولینگ ریت، یعنی از اون بالاتر و کمتر خوب نیستش، همین. و این قسمت الودیش واسه اسکرولتونه و سرعت اسکرولتون دیگه. میخواین سریعتر باشه یک میلی بزنین اسکرولتون تغییر کنه و این چیزا. موشن سینک یکی از تکنولوژی‌هایی که فقط فاینال ماوس داره و هیچ ماوس دیگه‌ای نداره و به خاطر همینه که لیتنسیش خیلی کمه. خب موشن سینک تکنولوژیه که فقط واسه موس فاینال ماوس و به خاطر همینه که یکی از بهترین لیتنسی تو همه موس‌های وایرلس داشتش. و چیه میخوام بهتون نشون بدم. خب شما فرض کنین این همون ویدیو اپتیمومه. خب شما پولینگ ریت دارین، این مثلا پولینگ ریتتون تا این 2000 هرتز، حالا هر ثانیه‌ای که طول میکشه فکر کنین 1 ثانیه است، بین این دو تا 1 ثانیه است. خب پولینگ ریتاتون که به پی سی برسه 1 ثانیه زمان داره. اگه شما بین این دو تا 1 ثانیه یعنی اون 1 ثانیه کلیک کنی، شما بعد وایسین واسه موسای معمولی، شما بعد وایسین این که رفتش تا به این پولینگ ریت برسه تا اینو دیتکت کنه دیگه.
ولی این تکنولوژی که این داره وقتی شما کلیک میکنین، این خط آبی کلیکتونه، کلیک میکنین، کلیکتون رو سریعتر از اون زمانی که پولینگ ریتتون میرسه به پی سی دیتکت میکنه و تکنولوژی اینه. امیدوارم تونسته باشم خوب توضیح داده باشم. این ساده ترین روشی بود که میتونستم توضیح بدم، امیدوارم گرفته باشینش. و اینه که به خاطر همینه که حتی میریم توی گرافش میبینی، گرافش رو ببینی تو 1000 هرتز با 2000 هرتز تفاوت آنچنانی نداره، حتی 1000 هرتز سریعتره، به خاطر همین تکنولوژیشه و همین فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. دیگه اینجا باتری لول رو میتونین تغییر بدین، زیاد چیزی نداره، میتونین چراغش رو روشن کنین، اینجا بزنید سالید کار چراغش روشن میشه واسهتون، زیادم آنچنان چیزی نیستش. من گذاشتم وقتی باتریم کم میشه خودش نشون بده موسمو، یعنی قرمز میشه، رنگش قرمز میشه نشون میده. اینجا فقط همون آن که من موسو گرفتم فرمورش رو نصب کردم و جدیدنم اکس پنل رو آوردم واسه اونایی که میرن توی ای اسپورت، اونایی که موسشون رو میبرن توی ای اسپورت و این چیزا، به خاطر اوناست اکس پنل رو آوردن. شما میتونید تو دسکتاپ بریزینش واسه اونایی که میرن ای اسپورت میخوان فعالش کنن روی پی سی لنی که دارن بازی میکنن. خب بین این دوتا حالا کدومو من انتخاب میکنم و راجع به کلا میخوام اندازش صحبت کنم، یه جورایی اندازه جی پرو و اینجا فاینال ماوسمون و قیمتشون یادم نره قیمتشون. خب از نظر خب وزن فوق العاده، سبکترین وزن داره و چجوری به اون وزن سبکش رسیده که کربن فایبر استفاده کرده، متریالی روش کربن فایبر پلاستیک نیستش، به خاطر همینه که اینقدر وزنش پایینه و واقعا سفته، یعنی پلاستیکی اصلا حس پلاستیکی نمیده بهتون، ولی خب جی پرو اون حس پلاستیکی بودنش رو بهتون میده، ولی یه حس پریمیوم داره، نمیدونم چجوری بده، مثل اینکه آیفون وقتی دستتو میگیری، آیفون حس پریمیوم بودن بهتون دست میده، این هم همون حس بهتون دست میده و به خاطر همینه وزنش پایینه. از نظر قیمتی جی پرو در حال حاضر دارم میبینم جی پرو سری 2، این سری 1شه، ولی خب سری 2 100% سری 2 رو شما اگه بخوام بگیری سری 2 150 پونده، 149 پونده و سری قبلی سری 1ش فکر کنم حدود 100 پوند باشه، بذارید چک کنم، آره حدود 100 پونده. و فاینال ماکسمون قیمتش چقدر شد؟ $203 از کانادا میادش، کمپانیش کاناداییه، از کانادا شیپ شدش، $203 شد که تبدیل میشه به 165 پوند و تفاوت قیمتیشون فقط 15 پونده و 100% از نظر قیمتی هم حساب کنی من بازم اینو میگیرم، قیمتی خیلی خیلی ارزش داره واقعا این موس. و حالا طریقه گرفتنش متاسفانه مثل جی پرو شما این موس رو نمیتونین همینطوری توی بازار پیدا کنین و بگیرینش، تنها روشی که میتونین بگیرینش دراپشه، هر 2 ماه یه دفعه دراپ میذارم و برین توی چیزشو اوردر بدیم، وایسین تو صف و وایسی، همیشه سریع تموم میشه. یعنی من شانسم خیلی خوب بود، سریع رفتم، قشنگ تایمر گذاشتم رفتم سفارش دادم گرفتمش و میگم بس اگه قابلیتشو دارین مثلا یه نفر خارج میتونه واسهتون بگیره، تنها روش اینه، بعد وایسین واسه دراپش و میگم شیپینگش اینطوری هر 2 ماه یه دفعه یه لیمیتد شیپینگ میذارن، لیمیتد دراپ میذارن و شما باید برین سریع سفارشش بدین. خب من همیشه گفتم اولین چیز واسه موس به نظر من اون شکل و اندازشه و جی پرو واسه گریپی که من میگیرم، گریپ من پان گریپ اینطوری میگیرم، بهتره از این ور بیارم جلوی فیسم مشخص بشه. پان گریپ که میگیرم کاملا گودی دستمو پر میکنه و کل دستم اینجا داره تاچ میکنه موس، اینجا داره تاچ میکنه، گودی وسط دستم داره تاچ میکنه، میگیرم واقعا تسلط زیادی دارم و فوق العاده است واسه اسنایپ زدن فوق العاده است. من واقعا با این موس راحت ترم اسنایپ زدن، چون که به هر حال اسنایپ زدن آسون ترین کاریه که شما میتونین بکنین، چون که پوینت و شلیکه. خب پوینت و شلیکه و همیشه هم من گفتم نمیدونم تو کامیونیتی ایران چرا نمیگیرن اینو، آسون ترین روشی که شما میتونین بازیتون رو، یعنی ایمتون رو راحت ترین چیزی که همه استعداد دارن به نظر من، یعنی چیز سخت نیست، پوینت کلیکه. یعنی شما چیکار میکنین؟ اینور پوینت میکنین، کلیک میکنین، یا یه جا نگه میدارین، کلیک میکنین. خب چیز سختی نیست، این واقعا کار راحتیه، تمرین کنین
راحت موس مموریتون یاد میگیره این چیزا. سخت ترین روش ترکینگ یعنی یه نفر رو هوا ترک کنین، دقیق ترکش کنین. اون به نظر من کار سخت‌تریه و این من نمیفهمم این چیز تو کامیته ایران. مثلا کسی که اسنایپ میزنه بازیش بهتره، کسی که ایار میزنه بازیش با اینکه ایار به نظر من زدنش 100% نسبت به اسنایپ خیلی سخته، چون شما باید ترک کنید، شما باید خیلی ترکینگتون خوب باشه. یه نفر باید فاصله نزدیک ترک کنین، فاصله دور ترک کنین، میس ندین. به نظر من سخت‌تره خوب کردن ترکینگتون، 100% سخت‌تره، مخصوصا اگه گیم‌های بتل رویال، اپکس، وارزون این چیزا میزنین. اونایی که موس و کیبورد پلیرن تمرین کنین ترکینگتون رو خوب کنین، اونطوری پلیر خیلی بهتری میشین. ولی خب حالا میرسیم به اصل مطلب. با این موس من گریپم چجوریه؟ یه جوری من باید فینگر تیپ بگیرم، نمیدونم چجوری بهتون بگم، نصف دستمو دارم استفاده میکنم. اگه از این بر ببینین، حالا نصف دستم، حالا بهتون توضیح میدم از این بر. اینجا بهتون توضیح میدم. من دارم اینجای دستمو استفاده میکنم، این دو تا نقطه داره تاچ میکنه، این بغل دیگه تاچ نمیکنه و یه جوری مثلا دارم با 2 تا انگشتم، فقط 2 تا انگشتم، نصف دستم قشنگ دارم با این یه تیکه دستم استفاده میکنم. ولی خب با این حال ترک کردن فوق العاده است. کلیپ‌ها، ویدیوهای قبلی رو دیدیم، من ترکینگم با این به نظر من خیلی خوب شده. فاصله نزدیک، فایت‌های فاصله نزدیک رو فوق العاده میزنم. ولی اگه بتونم 100% تغییرش میدم. به نظر من ترکینگش خب یکی از دلایلش به خاطر وزنشه، چون وزنش از این تقریبا نصف وزن جی پرو رو داره، به خاطر وزنشه و 100% من لارجشو میگیرم، یعنی بزرگترین سایزشو میگیرم اگه بتونم. ولی متاسفانه الان دراپش نیست دیگه. کاش که زودتر بازش کرده و آنباکسینگش رو زودتر کرده بودم، میتونستم دراپ سریعترش رو بگیرم. دیگه فکر نکنم چیزی موند که توضیح بدم. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. تو کامنت واسه من بنویسین چی دوست دارین ببینین، چی دوست دارین بیشتر راجبش توضیح بدم. 100% اگه ببینم پوزیتیو ریاکشن از این ویدیو ببینم، یه دونه ویدیو راجب موسا میفرستم واسهتون. موسا میگیرم چه موسی واسه شما بهترینه و تفاوت موسا رو چیز میکنم بهتون توضیح میدم. من اینجا 4 تا موس دارم، اینم 4 تا موسمونه، این جی 502، این جی وایپره و راجب کلا سنسیتیویتی، بهترین سنسیتیویتی، چجوری ایمتون رو خوب کنین، چه موسی بخرین، این چیزا صحبت میکنم. اگه دوست دارین اون ویدیو رو ببینین حتما تو کامنت بنویسین، لایک کنین، ویدیو رو شیر کنین با دوستاتون. اگه این اولین ویدیو آنباکسینگمون بود، یه جورایی میشه گفت، نمیدونم قبلا ویدیو آنباکسینگ گذاشتیم یا نه، حضور ذهن ندارم. ولی اگه ویدیو خوشتون اومد 100% به من بگین، پایین لایک کنین، واسه دوستاتون بفرستین. دیگه بیشتر از این صحبت نمی‌کنم، تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا بای بای.